مهناز تو بعد از ازدواج علاقت از دست میدی؟ اگر ناراحت نمیشی من تجربهشو داشتم. من دارم بهت میگم اینجوری بهتره. این همه گفتی ازدواج نه چی شد؟ هنوزم میگم اون ول نمیکنه. اینقدر فکر درس و مدرسه نیست، فقط یللی تللی. پدرش که اصلا عمرشو داده به شما. آقای سامخانیان من موندم با 2 بچه دستن. یعنی خیلی دلم برای خود تنگ شده جدی. ما یکی پشتمون بیاد چی؟ میشه این وسایل بچه ها رو هم 2-3 روز جمع کنی جلوی چشم نباشه؟ بالاخره نمیخوان بفهمن من بچه دارم اونم 2 تا؟ نه نباید قبول میکردی. دخالت نکن مهری. کدومشون؟ مریض شده و اتفاقی افتاده. خجالت نمیکشین؟ آبرو ندارین؟ حیا ندارین؟ از مستقل بودن که نمیشه فقط عداشو در برد عزیزم. چرا نیومدی به من بگی مامان؟ مونده تا بفهمی من چه کارایی میخوام باهات بکنم و هنوز نکردم. فکر کردی نبودن علیار تموم میشه؟ داد